سلام. امروز میخوایم یک سری یافته های پاتولوژیک توی تصویر برداری CT اسکن از حالا سر بیمارانی که دچار هتروما شدن رو با همدیگه مرور کنیم. حالا اونایی که خیلی شایع هستن و ممکنه ببینید. اولین چیزی که باید بهتون بگم اینه که کلاً تو بحث هدینجری ها ما دو دسته تقسیم میشه زایه هامون. یکی زایه های کانونی، یکی هم زایه های منتشر شونده که حالا به مرور اینا رو با هم میگیم. تو بحث کانونی ها ما آسیب هایی مثل نوموسفال، کانتیوژن و انواع هماتوم های مغزی رو داریم که در ادامه با هم دیگه مرور میکنیم. و تو بحث آسیب های منتشر هم DAI یا دیفیوز آکسونال اینجری ها رو داریم. حالا هر کدوم از اینها یه سری علائم رو در بیمار ایجاد میکنه، ولی خب فعلا موضوع بحث امروزمون بالین بیمار یا آرزه هایی که میبینیم نیست. میخوایم روی CT هاشون بیشتر تمرکز کنیم و CT هاشون رو ببینیم، حداقل به شکل مقدماتی با شکل CT هاشون آشنا بشیم. بحث نوموسفالی که میبینید آرزه‌ای هستش که در اون پی حالا هر اقدامی ممکنه آسیب خود تروما به سر باشه یا یک اقدام جراحی یا حتی عفونت باشه، خب که بیمار هوا وارد سرش میشه. یعنی آرزه‌ای که شما در مغز هوا میبینید و این هوا ممکن کم یا زیاد باشه. حالا یه سری CT هایی رو گذاشتیم که توش واقعا به وضوح دیده میشه، اما نوموسفال ها میتونن مثلا میگم همین یه آرزه کوچولو این شکلی هم شما ممکن تو کاتای CT تون ببینید و این هم نموسفاله. حالا اینجا که اصلا تنشن نموسفال هستش به شکل فوجی ماونت ساین دیده میشه. اینجا دقیقاً تنشن نموسفالوس هستش. بله، این آرزه رو که این شکلی میبینید دوتا ساین این شکلی داره، فرونتال ها رو فشار آورده به انتها، بهش میگن ماونت فوجی ساین که خب یه اقدام یه حالت ایمرجنسی هستش و باید بیمار سریعا به اتاق عمل منتقل بشه. تو بحث دیگه آسیب های کانونی بحث هماتوم ها رو داریم. انواع هماتوم ها که حالا به هر علتی ممکنه اتفاق بیفته، یعنی لزوما همیشه هدینجری نیستش. بعضی وقتا مریض های شما که هایپرتنشن دارن هم ممکنه که طی درمانشون اگر که این افزایش فشار خونشون کنترل نشه و بیمار یک حتی آسیب خفیف هم داشته باشه منجر به خونریزی بشه. حالا اینجا اومده اپیدورال و سابدورال رو با هم مرور کرده، اما یه نکته که وجود داره که ما ساب آراکنوید هماتوم ها هم داریم، SAH ها، بعد IVH داریم، ICH یا اینتراکرانیال هماتوم ها رو داریم که خونریزی های مختلف هستن. در ادامه با هم دیگه مرور کنیم. بحثی که تو اپیدورال داریم اینه که حادتر اپیدورال آنست تندتری داره و معمولا ممکنه که با اسکال فرکچر هم همراه باشه یا بدون اسکال فرکچر باشه و غالبا هم یعنی اکثر اوقات به خاطر پارگی اون شریان مننژی میانی هستش. اینجا هم نوشته تورن میدل مننژیال آرتری هستش که بین خود استخوان جمجمه و خود دورامتر هستش. اما تو بحث ساب دورال می‌بینید که هماتوم غالباً به خاطر پارگی وریدها هستش، ساب دورال دیگه زیر سقشامه هستش و به پارانشیم مغز فشار میاره. در هر دو حالت که دارید مشاهده میکنید ما فشار به بافت مغز رو داریم، افزایش ICP رو داریم، ممکنه همراه با ادم مغزی باشه و منجر به هایپوکسی بافت مغز و ایسکمی بشه که خب اینها عوارضش رفته رفته بدتر و غیر قابل جبران میشه. هرچند بحث ساب دورالی که ما داریم رو در ادامه الان مثلا اینجا رو ببینید تو سیتیشون گفتیم مهمه. این حالتی که میبینید به این شکل لنز شیپت بهش میگن. حالا این میتونه کمتر باشه، مثلا کوچولو اینجوری باشه یا این شکل گسترده باشه، بهش میگن لنز شیپت یا اگ شیپت. ما اینا رو تو اپیدورال ها ممکنه که مشاهده کنیم. اینجا ولی میبینید کرزنت شیپ یا مثل هلال ماه رو داریم که در سابدورال مشاهده میشه. در هر دو عکس نکته‌ای که خیلی مهمه به جز اینکه اینجا هایپردنس شده، یعنی شما قشنگ دارید خون رو میبینید تو سیتی که شما میگیرید خب بالاخره دانسیته
مواد فرق داره دیگه. مثلا استخوان سفیدتر دیده میشه، هوا سیاه دیده میشه، پارانشیم مغز رو داریم میبینیم و اینجا خونه، یعنی قشنگ شما خون رو مشاهده میکنی. اینجا هم همین شکل و در هر دوتا ما شیفت میدلاین رو داریم. ببینید شیفت میدلاین رو در اینجا کاملا شما مشاهده میکنید. باز این هم یک مدل هم شیفت میدلاین رو داریم میبینیم، هم کرزنت شیپ دیگه، سابدوراله. میبینید گسترده هست ولی سابدوراله. این ICH، حالا اینجا هم داره نشون میده ساب آراکنوید و اینا فرقشون. در هر صورت خونریزی ها منجر به یک سری علائم بالینی خواهد شد و یه سری مراقبت های پرستاری رو نیاز داره که حالا بحث امروزمون نیست. یه سری اقدامات پزشکی هم داره. گفتیم صدمات میتونن کانونی باشن یا منتشر که تو بحث دیفیوژ اکسونال دیفیوز اکسونال اینجری بحث صدمات منتشر ما هستش. چه خاصیتی دارن این آسیب ها؟ مکانیسم تروما طوری بوده که نیروهای برشی و چرخشی به بافت مغز وارد شده که صدمات سرتاسری رو در آکسون های حالا نیمکره‌های مغزی ممکنه ایجاد کرده باشه. معمولا هم خیلی سخت قابل تشخیصه، ولی شما مثلا یک بیماری داری که یه همچین سیتی داره، وارد کما شده بلافاصله و یه حالت دسبره و دکورتیکه داره و کل مغز دچار ادم شده، یعنی افزایش ICP و حالا در ادامهش علائم بالینی رو به خاطر افزایش ICP مشاهده میکنید. حالا بحث امروزمون که فقط سیتی ها بود تموم شد. خیلی ممنون از توجهتون.